از فضائل مادر ما بگو. چی؟ باز روایتش برمیگرده به پیغمبر. امام باقر از پیامبر اکرم میفرماد دخترم اینو بدون، اول من تنشق عنه الارض، اول کسی که سر از خاک قبر بیرون میاره منم. اول کسی که سر از خاک قبر بیرون میاره منم، بعد شوهرت علیه، بعد ابراهیم، بعد دیگه به قول ما تشریفات و مقدمات و زمینه اومدن تو فراهم میشه. چی کار میشه؟ اینا متن روایته، حالا من دیگه فارسیشو میگم. حضرت فرمود جبرئیل میاد بالای قبر تو 7 قبه نور میزنه. چرا؟ قرار حضرت زهرا از قبر بیان بیرون دیگه دیده نشه دیگه. فرمود اسرافیل با 3 حله نورانی از بهشت میاد که قرار تو رو بپوشونه. جبرئیل میاد میگه فاطمه قومی الی محشرک، فاطمه بلند شو. ملک دیگریه به نام روفائیل، اون یه مرکبی از بهشت آورده، حالا شتر چیه آورده، باز یک خط فقط توصیف همین مرکبه، افسارش از چیه، زینش از چیه، قوقاییه. بعد فرمود افسار این مرکب رو جبرائیل میگیره. خب تو سوار بر این میشی، از جلو مادرت خدیجه با 70,000 حوریه به استقباله، از اون طرف مریم دختر عمران مادر عیسی با 70 حوریه به استقباله، از اون طرف حوا، از اون طرف آسیه همسر فرعون با 70,000 حوریه به استقباله. حالا ببینید تو همچین حالی. بعد داره حضرت زهرا که وارد محشر میشن صدا میزنه، منادی داد میزنه، قضوا ابصارکم، قضوا ابصارکم تعتعوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمه، چشاتونو ببندید سرا پایین، زهرای مرزی.